بینندگان عزیز تلویزیون طلو، خوش آمدین به برنامه پل. من مریم آتش نوابی هستم. امروز ما اینجا به دفتر جناب محترم دکتر زلمه خلیزاد هستیم، سفیر سابق ایالات متحده به افغانستان، عراق و ملل متحد. دکتر صاحب تشکر از وقتتان امروز. بسیار خوش شدم که شما اینجا تشریف آوردین. از شما تشکر. تشکر. اول میخواستم پرسان کنم، شما بسیار تجربه دارین در پالیسی خارجی از امریکا. بله. و از شما فکر میکنین که ازدیاد عساکر امریکایی به افغانستان به امنیت افغانستان خوب است؟ خب بهتر می بود که اگر ضرورت نمی بود به ازدیاد عسکر، اما نظر به مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، مشکلاتی که یک مقدار دلایلش داخلی است و یک مقدار دلایلش منطقوی است، به خصوص استفاده از پاکستان و کمک تشکیلات پاکستانی به مخالفین حکومت افغانستان و نظام جدید در افغانستان کم در بعض مناطق اوضاع امنیتی خرابتر شده. بهترین راه حل از این خویی می باشد که از نگاه سیاسی اوضاع بهتر شود، از نگاه اقتصادی اوضاع بهتر شود و تشکیلات امنیتی افغان بتانند این مشکلات امنیتی را کنترل کنند. اما تا وقتی که شرایط او رقم میشه، ضرورت به کمک معقد بیشتر از طرف دنیا است. اما مهم نیست که از این کمک معقد استفاده شود تا اوضاع بهتر شود و این مسئولیت هم حکومت افغانستان است، هم افغان‌ها به صورت کل و هم مسئولیت منطقوی است و مسئولیت امریکا هم است. یگان افغان‌ها فکر میکنن که اگر تعداد عساکر در اول خوب می بود، به این مشکلات افغانستان امروز نمی بود. شما چی فکر میکنن؟ خب امکان داره که عسکر بیشتر ابتدا میتونست باز مشکلاتی که فعلا روی کار آمده او را رایش میگرفت، اما او یک بحث تاریخی است که مهم نیست که برای موفقیت چی ضرورت است. حاله بعد از داشت گذشته طبعا باز اشتباهات شد در گذشته از طرف امریکا، از طرف همکارای امریکا، از طرف خود منابع افغان هم، که وقت به خصوص کلانترین مشکل و اشتباه به فکر من ای بود که مسئله پاکستان و موجودیت طالب ها در پاکستان و دیگه قوایی که مخالف افغانستان نو بودن سرش توجه لازم در ابتدا نشد. و در اون مسائل شما فکر میکنین که ایالات متحده امریکا امکانات کافی برای کمک اقتصاد افغانستان فراهم کردن؟ چند چیز مهم است. یکی خب برای که مقابله نظامی شود با کسایی که میخوان جنگ کنن، فعالیت نظامی و امنیتی کار است. اما مهمتر حتی در آینده طولانی از فعالیت نظامی یا در پهلوی فعالیت نظامی پیشرفت سیاسی است که مردم سر حکومت هرچه اعتمادشان بیشتر شود، حکومت استعداد زیر داشته باشه و زیادتر بسازه که مشکلات مردم حل بکنه، از نگاه تطبیق قانون مثلا که یک چیز حیاتی و مهم است، از نگاه ضرورت‌های دیگه که مردم دارن، مکتب، شفاخانه، و در پهلوی از او بتونن زندگی کنن که غم اولادای خود خورده بتونن، کار کرده بتونن. فکر میکنین که توجه به این که بلند بردن نیمی شرکت های افغانستان بله. و همچنان به تقویت شرکت های خرد در بله. افغانستان، توجه دولت امریکا، شما فکر میکنین توجه کردن به این؟ توجه کافی نبوده در گذشته به فکر من. شما خود در امریکا زندگی میکنین، میفهمین که موفقیت اقتصادی زیادتر از طرف مردم، شرکت ها یا سکتور خصوصی صورت میگیره. در افغانستان بدبختانه که همیشه به طرف حکومت مردم دیدن که اگر فعالیت های اقتصادی هم میشه زیادتر از طرف حکومت شود، گرچه در حقیقت کشورهایی که زیادتر اقتصادشان کنترل از طرف حکومت میشه وضعشان اونقدر خوب نیست. تنها کشورهایی که مردم اونجا سرمایه گذاری میکنن، کار میکنن، سرمایه خود یکان وقت به خطر مندازن، بعض وقت چانس میگیرن، حتی نمیفهمن که یک پروژه را که شروع کردن یک
دکان را که میخواین واز کنن یا یک شرکت را که میخواین بسازن. منتها یگان افغانا دیگه علاقه دارن، منتها میگن خب ما مثلا قرض نمیتونیم با آسانی از یک بانک بگیریم یا برق صحیح نیست. به این چیزایی که به یک شرکت میتونه کمک کنه، شما فکر میکنین که تنها ایالات متحده نه، دیگه ممالک ها که کمک میکنن کمک کردن؟ از نگاه اقتصادی چند چیز بسیار مهم است که ما گپ زدیم که کسایی که در اقتصاد در افغانستان در شرکت سازی علاقه دارن. یکی امنیت است. تا که امنیت نباشه همه چیز در خطر است، مردم میترسن. حتی باز سرمایه‌گذارهای افغان هم حتی زیاد وقت در افغانستان تیر نمیکنن، میترسن که نشه گروگان شوند یا بدتر. دوم سیاست حکومت است. حق رشوت کنترل شود، کار آسان شود تا جایی که مربوط به دولت است اجازه را گرفتنش و اینا مهم است. سوم چیزی که موجود است همین انفراستراکچر یا زیربنا مهم است. از نگاه برق مثلا گفتین بسیار یک قدم مثبت و چهارم کردیت هم مهم است که بتونن قرض بگیرن که شرکت ها را شروع کنن. شما گفتین علمی رشوت و علمی دولت ایالات متحده گفتن که باید رئیس جمهور کرزی یگان پالیسی های خود تطبیق کنه که فساد اداری کم شود در افغانستان. شما فکر میکنین که پیشرفت شده به این مشکلات؟ فکر کنم که این مشکل توجه لازمی عملی را هنوز نداشته و از نگاه گپ زیاد بوده. آقای کرزی یکم گفته که خارجی ها زیادتر مسئول رشوت هستند. در این شک نیست که در این سیستم موافقت نامه یا کانترکتینگ که صورت میگیره مشکلاتی بوده و همین سیستمی که کانترکت اول به یک شرکت کلان داده میشه و بازو شرکت به یک شرکت خردتر او را سب کانترکت میکنه، با شرکت خرد به یک شرکت حتی از خود کده خردتر، بالاخره یک چیزی یک شرکت که خرد افغان هم به کار میفته که ضرور است که در او هم تغییر بیاید. اما او که مشکلی که در این سیستم کار خارجی موجود است سبب این نشود که کاری که باید افغان‌ها خود ما جور کنیم او جور نشود و او را باید یک دلیل بگوییم که یکی سر دیگه تهمت پرتیم. گپ در است که چون هر دو طرف چطور کار بهتر بسازه و در این شک نیست که از بالا با پایین من شکایت میشنم وقتی که افغانستان میرم در موجودیت رشوت. در این شک نیست که مامورینی هستن چی در دستگاه ملکی چی در دستگاه امنیتی که شب و روز زحمت میکشن برای بهتر شدن اوضاع افغانستان، قربانی میتن، کشته میشن، زخمی میشن. اما در این شک نیست که تا اندازه زیاد هم رشوت وجود داره و اولین کشور افغانستان نیست که در او مشکل رشوت وجود داشته. در دیگه جای هم بوده و در بسیار جای ها هست، اما در بعض جای ها که بسیار زیاد بود حال کمتر شده و ضرورت به میز که چطور سیاست قوی کار است در این قسمت و از بالا کار است که تغییر در اوضاع بیاره تا رشوت هرچی کمتر شود. بس ما امرای دکتر صاحب خلیزاد درباره پالیسی های امریکا در افغانستان بعد از یک وقفه کوتاه با ما باشید. دوباره با دکتر صاحب زلمه خلیزاد. دکتر صاحب در قسمت دیگه که مثلا ترینینگ ها با دیپلمات های امریکایی به افغانستان که میرن، شما بساده اینجا گپ زدین که کفایت نمیکنه ترینینگ فعلی. شما چی تغییرات ها فکر میکنیم که باید شود وقتی که دیپلمات های اینجا به افغانستان میرن؟ خب یک چیز مثبتی که است که علاقه بر روان کردن اشخاص ملکی در افغانستان زیادتر شده. برای اینکه مشکلاتی که گفتیم نه تنها مشکلات نظامی است بلکه مشکلات اقتصادی است، مشکلات سیاسی است که ممد افغان‌ها قرار بگیرن. اما این تنها کافی نیست که تعداد زیاد شود، کیفیت هم مهم است که برای اینکه کسی میای برای 6 ماه که در اونجا کمک کنه، افغانستان نمیشناسه، زبان بلد نیست، 2-3 ماه وقت میگیره تا که بلد شود که گپ چیست و 2-3 ماه آخر متوجه است که کار دیگه چی خواد بود و آماده میشه برای رفتن از افغانستان. یک سیستمی است که برای یک مدت طولانی تر اگه مردم روان شن و پیش از رفتن آمادگی برای کار در افغانستان داشته باشن. و فکر من بهتر است که تعداد حتی کم باشه اما از نگاه کیفیت بهتر کار کرده بتانند در افغانستان. برای افغانستان و به سیاست امریکا در افغانستان مفیدتر خواهد بود.
میخوایم درباره گذشته یک ذره خلاصه گپ بزنیم. شما یک از تن از افراد کلیدی بودین که در وقت اداره ریگن شما طرفدار روان کردن استینگر، راکت های استینگر به مجاهدین بودین. حالا که میبینین سر گذشته فکر میکنین که پالیسی درست بود؟ خب در شرایط او وقت که اتحاد شوروی بالای افغانستان حمله کرده بود و افغانستان یک جنگ بسیار شدید در اوج صورت می گرفت که میلیون‌ها افغان یا کوچی شدن خارج از مهاجر شدن خارج از کشور یا در داخل، زیادتر از 1 میلیون افغان شهید شدن. ما به این فکر بودیم که مهم است که امریکا نه تنها از قوت دیپلماسی خود بلکه از قوت سیاسی و نظامی خود استفاده بکنه که اتحاد شوروی مجبور شود که از افغانستان برای گرچه در اون وقت یک تعداد زیاد در امریکا به این نظریه بودن که بالاخره اتحاد شوروی در افغانستان موفق خواهد شد. یک فرضیه بود که معقول به نظر می رسید، چون اتحاد شوروی بسیار کلان بود، کشور عظیمی بود، قوای نظامی زیاد داشت و افغانستان کشور گفتن خرد که همسایه اتحاد شوروی بود و او فرضیه که بالاخره غلط ثابت شد سبب باز سیاست‌های از طرف امریکا شد که دچار مشکلات ساخت افغانستان. یکی که سیاست عملی کردنش تا اندازه به دست دستگاه استخبارات پاکستان داده شد و پاکستان انتخاب کرد که کی چه قسم کمک بگیره. دوم که باز عناصری که زیادتر افراطی تر بودن بیشتر کمک گرفتن چون پاکستان ترجیح میداد که اسلامی افراطی زیادتر همکار پاکستان خواد بود تا کسایی که ملیگرا بودن در بین افغان‌ها و فکر کنم که اشتباهی کلانتر بالاخره ای بود که بعد از اینکه اتحاد شوروی برآمد امریکا پای خود تقریبا کشید از افغانستان و بدبختانه گروپ‌های مجاهدینی که یک رول بزرگی را برای نجات افغانستان از کنترل اتحاد شوروی بازی کرده بودند به جایی که یک جای شوند و از این قربانی تاریخی که مردم افغانستان دادن یک قهرمانی نشان دادن استفاده بکنن، یک کشور آباد، کشور خود آباد بسازن، غم یتیم و غم بیوای افغانستان بخورن. اینا برای سر چوکی که کی صدر اعظم و کی رئیس جمهور جنگ کردن و میخرابی کابل که آدم میبینه که من خودم هم که بعد از 30 و چند سال بعد باز رفتم سرم بسیار تاثیر منفی کرد. همین جنگای سر چوکی بود. خب یگان نفرا میگن که بعد از موقف 11 سپتامبر خیلی اون نفرا که خرابی کردن به افغانستان چرا پس امروز و دولت کار کرد؟ خب یک چیزی که امریکا کرد بعد از سپتامبر 11 به آمدنش به افغانستان این بود که تعداد عسکر خود زیاد نداشته باشه در افغانستان. فکر میکرد که اگر تعداد بسیار زیاد شود در اون وقت اینطور معلوم خواهد شد به افغان‌ها که امریکا هم آمده که اشغال کنه افغانستان. خب مثلا حالا که افساد شده حالا به این وقت نرسیده که مثلا میلیون ها نفر در افغانستان هسته که مثلا رهبرای نو ما پیدا کنیم؟ خب فکر امریکایی بود که به اساس یک سیستم دموکراسی که تعداد بشه در بن و باز در قانون اساسی افغانستان گذاشته شد، طبقه نوعی از سیاستمدارا به اساس انتخاب مردم هرچی بیشتر روی کار خواد بیاین و تشکیلات نو، گروپ های نو، حتی احزاب نو ممکن ساخته شوند و بازی کارا شده. اما بدبختانه تا او اندازه که امید می بود که پیشرفت صورت بگیره پیشرفت صورت نگرفته. در این هم شک نیست که پیشرفت صورت گرفته. باز وقت بین خود که ما میشینیم غیر نقاط منفی را سرش بحث میکنیم چون میخوایم بهتر شود، نقاط منفی و نقاط ضعیف بهتر شود. صحبت ما امروز سفیر صاحب دکتر زلمای خلیزاد ادامه میتیم بعد از یک وقفه کوتاه. با ما باشید. دوباره امروز جناب سفیر صاحب دکتر زلمای خلیزاد.
دکتر صاحب میخوایم درباره تعلیم تربیه افغانستان گپ بزنیم. شما در وقتی که در پانتون افغانستان درس میخواندین چند سال به امریکا آمدین، تجربه تان در اون وقت در مکتب امریکا چه قسم تاثیر کرد سر شما؟ خب اول خب باید بگیم که به نظر من و عقیده و تجربه من از همه چیز که برای نسل آینده افغانستان تعلیم مهم است و ما افغانا به فکر ما هوشیار هستیم، استعداد داریم، شرایط که خوب نبوده برای تعلیم. او اشخاص مثل ما که شرایط برای ما آماده شد که آمدیم به امریکا درس خواندن، باز به بیروت درس خواندن، باز دوباره امریکا درس خواندن، نشان دادیم که اگر شرایط خوب باشه، شرایط آماده باشه، میتونیم که رقابت بکنیم با از نگاه کار، چی در سیستم حکومتی و چی در سیستم خصوصی امریکا. و مسئولیت کل ما است که چطور شرایط آماده بسازیم در افغانستان که برای نسل نو شرایط قسمی باشه که بتونن تا جایی که استعدادشان است یاد بگیرن. و تشویق میکنم مادر و پدرهای افغان که اولادهای خود به طرف تعلیم و تربیت تشویق کنن و به حکومت افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان است که بزرگترین سرمایه گذاری و بزرگترین تضمین کننده موفقیت بالاخره نسل جوان است و تعلیم و تربیه نسل جوان. افغانا فامیلایشان میخواین که مثلا اولادایشان در یک پانتون خوب درس بخوانن، در مکتبای خوب درس بخوانن، منتها میگن که شرایط برشان آماده نیست. شما فکر میکنین که دولت افغانستان و دونرها هم توجه کردن سر اینمی پیشبرد سیستم تعلیم تربیه؟ خب شرایط بهتر شده از 6-7 سال پیش کرده. میبینیم که تعداد مکتب‌ها زیادتر شده، تعداد مکتب‌های خصوصی هم یک تعداد زیاد شده، باز مکتب‌های مسلکی هم افتتاح شدن در افغانستان، اما کافی نیست. از نگاه تعداد هنوزم به قدر کافی تعمیر برای مکتب‌ها وجود نداره. دوم از نگاه کیفیت، چی کتاب است، چی معلم است، چی چیزهای دیگه‌ای که ضرورت است نیست. به فکر من سرمایه‌گذاری در این سکتور به قدر کافی نبوده از طرف خارج. به خصوص وقتی که من سفیر بودم بسیار کوشش کردیم که سرمایه‌گذاری را در نه تنها به سویه مکتب ابتداییه بلکه به لیسه و به پانتون هم شروع کنیم و حتی تعداد ساختن یک پانتون امریکایی را هم در افغانستان گذاشتیم، چون تجربه خود ما در پانتون امریکایی بیروت بسیار مثبت بود. درباره از این گپ بزنیم. شما یک رول در تشکیل کردن از نمو پانتون شما داشتین. شما میتونین درباره پانتون امریکایی که در افغانستان یک کمر معلومات بتین و بگوین که آرزوی شما به این پانتون چی است؟ ما میخوایم که یک پانتون امریکایی بسیار موفق و کلان در افغانستان ساخته شود. در پلویش که پانتون خود کابل وضعش بهتر شود، سرمایه‌گذاری دوام شود و باز پانتون های دیگه هم باز شود، چون نامخواه نفوس داره زیاد میشه در افغانستان. تعداد کسایی که ضرورت به درس در پانتون دارن هرچی زیادتر میشه. ضرورت موجودیت یک پانتون امریکایی در افغانستان فکر من چند فایده داره. یکی که بعض فامیلا حاضر نیستن دخترای خود روان کنن از وطن دور، اگر در کابل باشه و لیلی خوب باشه یا بتانن شب خانه برن آسان تر میشه. دوم ای که یک تعداد زیاد میتونن برن، ای که به اون تعداد خارج روانشان مصرف هم کمتر میشه. سومی که یک پل میشه بین دنیا و افغانستان. این پانتون تا حال در لیسه سابق امریکایی که در افغانستان در گذشته بود در اونجا است. هدفی است که یک در مقابل از او لیسه زمین داده شده که او تعمیر ساخته شود. فاکولته های مثلا انجینری و زراعت، حتی طب فعلا وجود ندارد. فعلا سر مسئله حقوق و مسئله تکنولوژی برای معلومات و مسائل اجتماعی زیادتر کار میشه و ما در برد
حاکم از این پانتون شامل هستم فعلا که و یک مقدار وقت خود مصرف از این میکنم که این پانتون چطور یک جنبه عملی و مثبت بگیره. میخواین که مثلا بچهای خود دخترای خود روان کنن منتها میگن که این پانتون صرف با کسایی هستن که پول دارن. شما درباره از این تقاضا چی فکر میکنید؟ این درست نیست. اگر گپ باشه این معلومات درست نیست، برای اینکه بسیار بورس وجود داره و اکثریت شاگردایی که به این پانتون میاین بورس. چطور میتونن معلومات بگیرن درباره از این بورس ها؟ معلومات خب باید با پانتون تماس بگیرن. در پانتون در کابل است، در سرک دارالامان، و کسایی که نام خدا میتونن از وبسایت و اینا استفاده کنن، از خود پانتون امریکایی افغانستان AUAF از وبسایت استفاده بکنن. اگر نتونستن از این کارا، از این راه معلومات کافی بگیرن، میتونن که از راه شما با ما تماس بگیرن. ما راهنمایی میکنیم که پانتون هم راه از اونا تماس بگیره. ولی شما میفهمید که سیستم درسی پانتون یک امریکایی بسیار فرق میکنه با سیستم درسی مثلا پانتونای دولتی در افغانستان. بله. فرق زیاد این سیستم ها شما چی میبینین و خوبی از این سیستم که در امریکا چی شاید باشه؟ خب سیستم تعلیمی افغان ها به صورت کل، گرچه من خودم پانتونی چون در افغانستان نخواندم، آمدم خارج مکتب میفهم، زیادتر پافشاری روی تکرار کردن چیزی که در کتاب است توجه می شد که آدم بتونه او را با حافظه بگذاره و دوباره تکرار کنه. سیستم امریکایی زیادتر به این که خود شاگرد بتونه درباره مشکلات فکر کنه، درباره راه‌های مختلف حل مشکلات فکر کنه و فکر خود برسانه، در او کار بهتر است. اما وقتی که ما شاگرد بودیم در افغانستان، سیستم مکتب با مشکلاتی که وجود داشت بد نبود. تعداد زیادی از مضمونات درس داده میشد در مکتب و معلم‌ها تا اندازه در مکاتب مثل مکتب غازی که من در اونجا از اونجا فارغ التحصیل شدم در کابل، معلم‌های خوبی داشت و ما تانستیم با اساس درس خواندن در اونجا به پانتون بیاییم و موفقانه پانتون در امریکا ختم کنیم. و فکر من در 20 سال 25 سال گذشته با مشکلات کلی که در افغانستان به وجود آمد، با جنگ، با خرابی مکاتب، با از دور شدن بسیاری معلم‌ها از افغانستان، مهاجرتشان و عدم تربیه نسل نو برای درس دادن، سویه مکتب‌ها در قسمت‌های زیاد افغانستان پایان‌تر رفت. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب از وقتتان امروز. سلامت باشین. تشکر. با امید نظریات و پیشنهادات بیشتر شما عزیزان با سایت اینترنتی www.aamtv.tv و یا www.tolo.tv با ما به تماس شوین. با امید دیدار شما با برنامه بعدی پل. تشکر و خدا ناصر.